سلام دوستای عزیز، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیو برنامه های ما. امروز 8 مارچ روز فرانتاک. به مادر عزیزم تبریک میگم و همه زنای افغانستان، به خصوص خواهرم و زنده‌های عزیزم. امروز روز جشنواره هزارگی افغانی هست، نه افغانستانی هست، هزاره هست و میخوایم بریم اونجا. با ما همراه باشید. سلام احوال پرسید. سلام دوستای عزیزم، چطور هستین؟ خوبین؟ جانمانشون شکر خوبه، خانواده خوبه، نماز و روزهشون قبول بشه انشالله که خوب جور تیار سلامت باشین، خوشخوی باشین در خانواده، قد خانم همکار باشین که ماه رمضان است. خدا ماه رمضان نیکبخت کنه، قد خیر و برکت چورده. خدا رو شکر. من خوبم، قد دختر خوب. دوستای عزیز، امروز ماریم در جشن هزارگی. شما قد از ما باشین، قطعی بریم میگیم و منجسل کنه که چیز گپ میشه. همراه باشین. زیاد من رفته در روز جهانی زن، در کل زنها مبارکباد میگیم، بالخصوص در زنای افغانستان مبارک باشه انشالله که خوب خوش باشین، سلامت باشین، همسرایشون در پشتشون باشه، قد از ما باشین انشالله که همسرایشون قدشون همکار باشه، همکاری کنه باشه. امروز یک خوب شاخه گولی بلدهشون بیاره دوستای عزیز، آورده باشه یا بیاره یا اندک چیز. خانم دیده سیله رخم داره، دل نازکی داره، در هر چیز خوش میشه انشالله که کتولت هم نباشه. همهشون خوش باشین، سلامت باشین، هر روزشون خوش باشه، عید باشه، شبشون هم برات باشه. مثل از ما کم خوش هستم. خب دوستان، ما هم رسیدیم. البته اونجا جای پارک نبود، یه جای اونورتری خورده پارک کردیم. شال هم خراب شد. چیز گفتنی داریم؟ دوستای عزیز، رسیدم در پیش از اون ساختمان که گرفتادم. همشهری سکول زیاد هستم، موتوره خودم پارک کنم که جای پارکش پیدا نمیشه. عشق این از پلند از اونجا همشهری شکرنده. دیگه بخیر ماریم دیگه میتا که در روی میتا ماریم بخیر تا در اون که برسیم یک 10 دقیقه راه است که در روی یک 10 دقیقه راه است. 10 دقیقه نیست دیگه، 2 دقیقه است. تو کوچه بغلی شد. 10 دقیقه میشه. باید ما 10 دقیقه میشه. نه یال یک قایده در بیفتم. دوستان رسیدیم بخیر، در سالون هستیم. را گرامی بدانیم، او نه تنها یک شخصیت برجسته تاثیرگذار در تاریخ معاصر افغانستان بود، بلکه نماد مقاومت، فداکاری و عشق به وطن نیز به شمار می رود. استاد مزاری با اندیشه های روشن و آرمان های بلند که داشت، توانست در دلها جا باز کند و راهی را برای نسل های آینده ترسیم نماید. او با صدای رسا و شجاعت مثال زدنیش همیشه در کنار مردمش ایستاد و برای حقوق حقه آنان جنگید. امروز ما در این مراسم گرد هم آمده ایم تا از زندگی، مبارزات و آرمان‌های این شهید بزرگوار یاد نماییم و به نسل‌های آینده بیاموزیم که هرگز نباید از آرمان‌های انسانی و ملی خود دست بردارند. با ما باشید تا در این برنامه به یاد استاد مزاری از سخنرانی مهمانان ویژه ایمان بهره‌مند شویم. لحظات را با هم به یاد شهید مزاری بگذرانیم. از شما دعوت می‌نماییم که با دقت و احترام به سخنان مهمانان گوش فرا دهید و با هم تجلیل از این شهید عزیز نماییم. کشتی کن مزاری رفت، آن زلال همیشه جاری رفت. هندو کشتی کن مزاری رفت، آن زلال همیشه جاری رفت.
بگیم قهرمان چی سنگین است هندوکش یکم مزاری رفت آن زلاله همیشه جاری رفت هندوکش یکم مزاری رفت آن زلاله همیشه جاری رفت قسم بر آسمان پر ستاره هزار شیعه و سنی نداره قسم بر آسمان پر ستاره هزار شیعه و سنی نداره گل سرخ و سفیدی یک بهاره شیخ علی و اسماعیلی نداره شیخ علی و اسماعیلی نداره علای ابرهای پاره پاره چی میدانی تو از ملکی هزاره چی میدانی تو از ملکی هزاره چی میدانی تو که چل دختران چیست لبی شیرین کجا و سنگ خوره لبی شیرین کجا و سنگ خوره قسم بر آسمان پر ستاره هزار شیعه و سنی نداره گل سرخ و سفیدی یک بهاره شیخ علی و اسماعیلی نداره شیخ علی و اسماعیلی نداره برباد چیگی سوها کی هر جا تار ماره چیگی سوها کی هر جا تار ماره منم گنجش کی بی بالا پر تلخ پرو بالم بو بدر هزاره پرو بالم بو بدر هزاره قسم بر آسمان پر ستاره هزار شیعه و سنی نداره گل سرخ و سفیدی یک بهاره شیخ علی و اسماعیلی نداره شیخ علی و اسماعیلی نداره سلام دوستان، همونجور که دیدید ما رفتیم جشنواره هزارگیا و آدمینا رو الان خونه بردم من و از اونجا که امروز روز زن هاست، روز اینترنشنال فرانتاگه، خواستم مادرم رو سورپرایز کنم و الان دارم میرم یامانشان کیک بگیرم براشون و گل با ما همراه باشید. قرارم مادرم رو سورپرایز کنم، امیدوارم که خوشش بیاد، ببینیم چی میشه. البته خواستم صبح بگیرم ولی خب صبح چون من با مادرم دنبال خرید بودیم اینا، بعدشم که رفتیم جشنواره فرهنگ هزارگی دیگه وقت نشد، بخاطر همین الان دارم میرم با ما همراه بشید. خب دوستای عزیز، من رفتم گلم هم خریدم
البته الان تو تاریکی دیده نمیشه، بعدا نشونتون میدم. برم کیک بگیرم و کادوشو بخرم. خب من الان همه کادوهای مادرم و کادوشو به علاوه یه دسته گل به علاوه شیرینی گرفتم. البته من همش به بالا بودم، وقت نشد که فیلم بگیرم براتون. و وقتی بر مادرم بردم میبینید کادو چی براش گرفتم دیگه. امیدوارم خوشش بیاد. یا الان هم که دیگه توی ترافیک سنگین منشنگ گیر افتادیم و با ما همراه باشید ببینیم مادر من از کادوی روز زنش خوشش میاد یا نمیاد، از اینکه سورپرایز شده خوشش میاد یا نه. امیدوارم که خوشش بیاد. البته اینجا همش ساعت 7 من حرکت کردم، ساعت 8 همه مغازه و دکانا بسته میشه، با همین همش عجله بود که یه وقت چیزی جان اندازم و یا امیدوارم که خوشش بیاد. خب دوستان من رسیدم خونه. بذارید کادوی مادرم نشون بدم بهتون. این گلش و اونم کادوش که برش گرفته بودم، اینم کیک هایی که گرفتم. امیدوارم که خوشش بیاد. با ما همراه باشید. Wow! Alles Gute zum Frauentag. Dankeschön. Egal, خوشبخت باشین، سلامت باشین، جور باشین. سپرایز کردیم مرا با خدا. سپرایز دیگه امیدوارم خوشت بیاد از کادوت. Dankeschön. Vielen Dank. Wow. دوستانه روز زن، دوستای عزیز، روز زن بلده تمام زنای جهان تبریک میگیم، بالخصوص در بلده زنای قهرمان افغانستان تبریک میگیم. روزشون مبارک باشه. انشالله که سایهشون دبل سری اولادایشون همیشه باشه. انشالله که شما همیشه تجلیل کرده باشین، تجلیل کنین. مهم کادون گران قیمت نیه. یک شاخه گلم مادرها خیلی دل بزرگ داره. یک شاخه گلم دل آدم خوش میشه. واقعا خوشحال شدم. دیگه برگ سبز توفه اندیش. امیدوارم خوشتون بیاد. تشکر. خواهش می‌کنم. این اصلا که همه میدیم. تشکر. سلامت باشین. انشالله که جور باشین، در پناه خداوند باشین. انشالله که از کنیزای خوبی حضرت زهرا باشین. بچه من واقعا سپرایز کردن مرا. تشکر. انشالله که جور باشین، سلامت باشین. Dankeschön. Bitteschön. Ja, die Almonia, Dankeschön. Vielen Dank.